90% از مردم هنوز نمیدونن که چجوری صفحه رو باید پر کنن. یا تا کمتر از 2 دقیقه بهت یاد بدم که چجوری صفحه رو پر کنی. این پست رو حتما سیو کن واسه دوستاتم بفرست، چون حتما به کارتون میاد. خب ببینید این صفحه که من با عنوان نمونه پر کردم صفحه تا مبلغ 2 میلیارد ریال. یعنی شما میتونید تا 200 تومن اینجا عدد بنویسین، 200 میلیون تومن. مبلغ به عدد من زدم 1 میلیارد ریال. تاریخ صدور، تاریخ روزی که دارین صفحه رو پر میکنین. اینجا تاریخ سررسیده. اگر صفحه‌تون بابت حسن انجام کاره، اینجا به جای تاریخ حتما بنویسین صفحه بابت حسن انجام کار. اگه صفحه‌تون بابت حسن انجام کار نیست، اینجا رو حتما تاریخ دقیق بزنید. صفحه بدون تاریخ سررسید یعنی چی؟ یعنی هر لحظه ممکنه پولتو بخوام. پس اینجا رو بدون تاریخ نذاریم. در مقابل این صفحه در وجه به حواله کرد، کلمه حواله کرد و حتما خط بزنید. اگه کلمه حواله کرد و خط بزنید، صفحه تو از دزدی نجات دادید. اینجا مشخصات شرکت یا شخصی که داریم بهش صفحه میدین. اگر شرکت، اسم شرکت، شناسه ملی شرکت. اگر کارفرماتون، مشخصات کارفرماتون، شماره ملی کارفرماتون. مبلغ به حروف. اینجا نام شخصی که داره صفحه میده، نام کارگر یا کارمند، شماره ملی، محل اقامت، آدرس محل اقامت دقیق. خب محل پرداخت خیلی مهمه. محل پرداخت رو هیچ وقت خالی نذارین. محل پرداختتون اون شهری که هستین همیشه بزنید. چرا؟ چون اگه محل پرداختتون خالی باشه، اون شخص میتونه حالا بزنه اینجا، مثلا به جای تهران بزنه شیراز، اصفهان، مشهد، و موقعی که میخواد از طریق این صفحه اقدام کنه، بیاد شما رو به دادگاه اون شهری که اینجا مینویسه بکشونم. پس حتما اینجا رو پر کنید. اینجا هم که امضا و اثر انگشت تمام.